از روزی که پردازنده 9800 X3D معرفی شد یک هفته میگذره. توی این یک هفته منتظر بودیم که NDA این پردازنده تموم بشه، بررسی‌هاش لانچ بشه و ببینیم آیا اون ادعایی که رومرها داشتن درست از آب در اومده، اون ادعایی که AMD داشت درست از آب در اومده و اصلا ما چه توقعی باید از این پردازنده 8 هسته‌ای داشته باشیم. توی این ویدیو نگاهی میندازیم به عملکرد این پردازنده، چه در بخش گیمینگش که بسیار بسیار مهمه و چه در بخش‌های دیگه مثل نرم افزارهای ادوبی، ادیت عکس، ادیت ویدیو، وبگردی، هوش مصنوعی، تک هسته‌ای، مولتی کور. همه اینها رو باید بسنجیم تا در واقع ببینیم که این پردازنده چه عملکردی داره. حالا جدا از بررسی عملکرد، چند تا نکته در خصوص این پردازنده وجود داره که باید گفته بشه و در آخر ویدیو هم میپردازیم به این موضوع که آیا ارزش خرید داره، میشه روش حساب کرد یا نه. بزن بریم. سلام به روی ماهتون، جواد مظفری هستم. اینجا هماتری رسانه تخصصی بنچیمو. هفته قبل بود که پردازنده 9800 X3D به عنوان جانشین 7800 X3D معرفی شد و قرار تاج پادشاهی بهترین پردازنده گیمینگ رو فعلا روی سرش بذاره. چرا فعلا؟ چون پردازنده 16 هسته‌ای 9000 X3D یا 9950 X3D که هنوز معرفی نشده، نمیدونیم عملکرد اون چجوریه. از پردازنده 12 هسته‌ای هم که نمیشه انتظار داشت، چرا که کلا تجربه ثابت کرده این نمونه های 12 هسته‌ای X3D معمولا خیلی عملکرد جذابی نه شبیه 8 هسته‌ای دارن نه شبیه 16 هسته‌ای دارن. با وجود اینکه 9800 X3D بهترین پردازنده گیمینگ دنیاست، ولی حتی اون گیمری که 24 ساعت میخواد بازی کنه و تمام فکر و ذهنش مشغول بازیه، اون هم نیاز به یک سری از نرم افزارهایی داره. در واقع ما با یک کامپیوتر طرفیم، نه با یک کنسول بازی که فقط بازی کنیم. پس اینجا ما یه سی پی یو داریم که تمام پکیج برامون مهمه، با وجود اینکه هدف اصلیش بازی کردنه. من توی ویدیو قبلی در مورد ساختار 9800 X3D یا کلا 9000 X3D توضیحات نسبتا کاملی دادم. یکی از مهمترین تغییرات بالا رفتن فرکانس پایه و فرکانس بوست این سریه. ولی چرا تونسته AMD فرکانس رو ببره بالا؟ مهمترین تغییر استفاده از تراشه تیردیوی کش نسل دومه. توی نسل دوم به جای اینکه تراشه تیردیوی کش روی CCD قرار بگیره که نذاره هسته ها دمای بالاشون رو دفع بکنن، اومده زیر CCD قرار گرفته که باعث شده هسته ها به راحتی بتونن دماشون رو دفع کنن. همین موضوع هم باعث شده که بتونه فرکانس بالا رو به راحتی به دست بیاره، بتونه اوورکلاک کنه، بتونه توی مولتی کور پا به پای نمونه‌های غیر X3D پیش بره. یکی از مزیت‌های ساختاری 9800 X3D و اصلا کلا تمام پردازنده‌های جدید AMD اینه که مثل پردازنده‌های اینتل هسته‌های پیو هسته‌های این نداریم. همین موضوع باعث میشه که ما یا عملکردمون ضعیفه یا عملکردمون قویه. سویچ‌های اشتباه نداریم، اشتباه توی محاسبات نداریم، بالا پایین نداریم، تلورانس نداریم. مشخصه ما پردازندمون 8 هسته‌ای در این منطقه قرار گرفته، ما پردازندمون 16 هسته‌ای در این منطقه قرار گرفته. یعنی اوج پایداری، اوج پختگی پردازنده است الان. دقیقاً برخلاف کور اولترا 200 اینتل که اولین تجربهش توی این ساختار بوده و دقیقاً مثل نسل اول رایزن پر از باگ‌هایی که دیگه حالا باید طول بکشه تا برطرف بشه. یه نکته مهمی رو قبل از این که برسیم به بنچمارک‌ها و عملکرد پردازنده باید بهتون بگم. این چیزیه که از تمام بررسی‌هایی که دیدم به دست آوردم، یعنی مستقیما بهش اشاره نشده ولی واقعا قابل درک و قابل لمس، قابل احترام هم هست. توی توی ویدیوی بررسی پردازنده‌های کور اولترا 200 هم بهتون گفتم که کور اولترا 200 اینتل حساسیت زیادی نسبت به فرکانس رم داره. یعنی هرچی فرکانس رمتون بیشتر باشه، عملکرد این پردازنده‌ها در مولتی کور و گیم بیشتره. حساسیت زیادی توی پاور پلن ویندوز داره. روی بالانس عملکرد پردازنده درخشان نیست. باید حتما روی بیس پرفورمنس یا روی های پرفورمنس قرار بگیره. حساسیت زیادی نسبت به اوورکلاک داره. زمانی که فرکانس پردازنده میره بالا، عملکردش بهتر میشه. حساسیت زیادی نسبت به نسخه ویندوز داره. با جدیدترین نسخه ویندوز 11 خیلی سازگاری نداره و بهتره که صبر کنیم تا یه نسخه دیگه از بروزرسانی ویندوز 11 بیاد. یعنی
لپ مطلب اینه زمانی که پردازنده های کور اولترای 200 رو از توی جعبه در میارید، پردازنده های خوبی هن. ولی قابلیت بهتر شدن رو دارن. با وجود اینکه خوبن بهتر هم میشن. این دقیقا نقطه مخالف 9800 X3D. زمانی که 9800 X3D رو از تو جعبه در میارید، در بهترین شرایط خودشه، در بهینه ترین حالت ساختاری خودشه. این خیلی موضوع مهمیه. زمانی که AMD رایزن 9000 ها رو معرفی کرد، یک سری از باگ های توی بخش بایوس یا میکروکد یا ویندوز بود. با بروزرسانی های تمام اینها رو برطرف کرد. الان بهترین فرصت استفاده از رایزن 9000. الان بهترین موقعیت معرفی کردن 9800 X3D بود و واقعا من لذت بردم از اینکه چقدر AMD بلده CPU بسازه، چقدر AMD بلده با برنامه ریزی کاراشو پیش ببره. 9800 X3D زمانی که از توی جعبه در میاد بهترین شرایط خودش رو داره. نه نیازی داره به فرکانس بالای رم، یعنی شما با یک رم 6000 MTS CL32 یا CLC میتونید بهترین عملکرد رو بگیرید. این در حالیه که با کور اولترای 200 اینتل اینجوری نمیتونی رفتار کنی. نیازی نداری که 9800 X3D رو اوورکلاک کش کنی یا PPU رو بذاری در بالاترین حالت ممکن. بهترین عملکرد رو توی گیم بهت میده. تمام اینها رو من توی بررسی ها دیدم که دارم بهتون میگم. فقط بخرید، استفاده کنید، لذت ببرید. الان بریم سراغ عمل کرد. خب اول بریم از رندر و مولتی کور شروع کنیم. در سینبنچ 2024 در بخش مولتی کور پردازنده 9800 X3D امتیاز 1399 رو به دست آورده که واقعا امتیاز چشمگیری نسبت به نسل قبلش، یعنی 7800 X3D با امتیاز 1104. و اینجا مشخص میشه که حتی عملکرد بهتر 9800 X3D نسبت به اون درصد IPC که AMD برای این نسل در نظر گرفته بود به نظر من بیشتره. در سینبنچ R23 در بخش مولتی کور پردازنده 9800 X3D امتیاز 23155 رو به دست آورده که نزدیک به 12700 و 14600K اینتل و البته بسیار بالاتر از 7800 X3D با امتیاز 18759. در 3D مارک CPU پروفایل 9800 X3D امتیاز 10401 رو به دست آورده که نزدیک به 14600K و 12900K. اختلاف عملکردش با 245K هم خیلی زیاد نیست، ولی اختلاف عملکرد نسبت به نسل قبل یعنی 7800 X3D با امتیاز 8260 واقعا زیاده. در بنچمارک محبوب بلندر قسمت کلاس روم رو انتخاب کردم. در این قسمت 9800 X3D امتیاز 70/78 رو به دست آورده که نزدیک 245K و بهتر از 14600K و 9700X. 7800 X3D هم امتیاز 58/67 رو به دست آورده. 9800 X3D در تست کرونا هم عملکرد خوبش رو نشون داد. عملکرد این پردازنده در این تست نزدیک به 12900K و بهتر از 245K اینتل. اختلاف عملکرد با 7800 X3D هم زیاده. تست جت استریم 2 بر مبنای جاوا اسکریپت میتونه تمام فاکتورهای مورد نیاز وبگردی رو بررسی کنه. در این تست 9800 X3D امتیاز 377605 رو به دست آورده که نزدیک به 795 X3D، ولی به محض اینکه توی 9800 X3D PPU رو فعال بکنیم فقط 995X قابلیت رقابت با این پردازنده رو داره. میرسیم به ادیت عکس و ویدیو. در فتوشاپ 2024 عملکرد 9800 X3D واقعا ستودنیه. این پردازنده بهترین عملکرد رو در این نرم افزار داره و اختلاف عملکردش هم نسبت به 7800 X3D بسیار چشمگیره. در بخش ادیت ویدئویی نرم افزار پریمیر پرو پردازنده 9800 X3D عملکردی کاملا مشابه 795 X3D داره. عملکردش بهتر از 285K، 12900K، 4600K، 265K و 245K. در نرم افزار داوینچی ریزالف هم عملکرد 9800 X3D شبیه به 795 X3D و واقعا بهتر از نسل قبلش یعنی 7800 X3D و حتی 7900 X3D. بعد از ادیت عکس و ویدیو میرسیم به انکودینگ فرمت‌های مختلف. در بخش انکودینگ AV1 پردازنده 9800 X3D عملکردی نزدیک به 13900K و 14900K داره و عملکردش بهتر از 795 X3D، 7900X، 14700K و 245K. در انکودینگ H265 عملکرد 9800 X3D نزدیک به 14600K و بهتر از 245K.
و البته اختلاف زیادی نسبت به 7800 X3D داره. عملکرد این پردازنده در انکودینگ H264 نزدیک به 245K و کمی بهتر از 4600K، ولی اختلاف عملکرد نسبت به 7800 X3D همچنان چشمگیره. میرسیم به هوش مصنوعی و البته GPT-2. در GPT-2 این پردازنده های اینتل هستن که بهترین عملکرد رو دارن، اما 9800 X3D عملکرد بهتری حتی نسبت به 7950X و 7950 X3D داره. در هوش مصنوعی NLP که مبتنی بر مکالمه و ترجمه است، عملکرد پردازنده 9800 X3D نسبت به 7800 X3D بسیار بهتر شده، ولی خب مسلماً عملکردش نسبت به پردازنده های اینتل ضعیف تره. در هوش مصنوعی فوتو انهانسمنت که برای افزایش کیفیت و ابعاد تصاویر به کار میره، عملکرد 9800 X3D بسیار ستودنیه. این پردازنده عملکرد بهتری نسبت به 7950 X3D داره و نسبت به 7800 X3D هم عملکردش بسیار بهتره و البته اختلاف عملکردش نسبت به پردازنده های جدید اینتل خارج از تصوره. برای یک نگاه اجمالی در بخش عملکرد این پردازنده در نرم افزارها، نرم افزار همبریک رو در نظر گرفتم. 9800 X3D، 7800 X3D و 9700X که در واقع نمونه پایه پردازنده 9800 X3D. در این نرم افزار 9700X کمترین دما رو ثبت کرده و 9800 X3D بیشترین دما رو ثبت کرده. کمترین توان مربوط به 7800 X3D و بیشترین توان هم مربوط به 9800 X3D. ولی در بخش عملکرد بهترین عملکرد مربوط به 9800 X3D و ضعیف‌ترین عملکرد هم مربوط به 7800 X3D. میرسیم به تست های محبوب مربوط به 14 بازی مختلف در رزولوشن 1080 پیکسل با کارت گرافیک RTX 4090. با وجود اینکه 7800 X3D بهترین پردازنده دنیا بود، اما 9800 X3D تونست اختلاف رو نگه داره و به عنوان بهترین پردازنده گیمینگ شناخته بشه. در واقع اختلاف 7 فریم بر ثانیه برای این دو پردازنده واقعا شگفت انگیزه. در رزولوشن 1440 پیکسل هم عملکرد پردازنده 9800 X3D همچنان بهتر از 7800 X3D. در این رزولوشن هم تونست اختلاف 5 فریم در ثانیه رو نگه داره که باز هم شگفت انگیزه. در نهایت تست بازی ها در رزولوشن 4K. در رزولوشن 4K به دلیل اینکه گلوگاه پردازنده به کمترین حد خودش میرسه، اختلاف عملکرد یک پردازنده پرچمدار حتی با یک پردازنده اقتصادی زیاد نیست. ولی نکته جالبش اینجاست که 9800 X3D حتی در این رزولوشن هم تونسته در صدر جدول قرار بگیره. اینجا بهترین فرصتی که یک نگاه کلی دیگه به پردازنده 9800 X3D، 9700X و 7800 X3D در بخش بازی ها داشته باشیم. در بازی ها به طور میانگین 9800 X3D کمترین دما رو ثبت کرده، 7800 X3D کمترین توان رو ثبت کرده و در نهایت 9800 X3D بیشترین نرخ فریم رو به دست آورده. با وجود اینکه TDP اعلامی 9800 X3D 120 واته، اما مصرف 65 وات به طور میانگین در بازی‌های مختلف بهینه بودن این پردازنده رو دوباره یادآوری میکنه. عملکرد پردازنده رو دیدید چجوریه؟ در بخش گیمینگ بهترین عملکرد گیمینگ رو داره در 720p، 1080، 1440 پیکسل و 4K. خب قطعاً در 4K ما گلوگاه پردازنده که نداریم و نباید هم انتظار داشته باشیم که عملکرد بسیار درخشان باشه. نه، واقعاً اینجوری نیست. ولی مهمترین تغییر 9800 X3D یا کلا 9000 X3D نسبت به نسل‌های قبلش بهبود عملکرد در بخش مولتیکور، در بخش رندر و وظایف چند هسته‌ای. در این بخش چقدر عملکرد 9800 X3D درخشان بود، چقدر پیشرفت داشت نسبت به 7800 X3D. ما نباید انتظار زیادی از یک پردازنده 8 هسته‌ای داشته باشیم. الان 9800 X3D در بخش مولتیکور عملکردی داره در حد 12900K. خیلی حرفه، واقعا حرفه، با 8 هسته. یک موضوع دیگه هم در مورد 9800 X3D اینه که ما در بخش دما و توان دیدیم که این پردازنده توان کمی مصرف میکنه، خصوصا در گیم، و دمای بالایی هم به نسبت نداره حتی توی مولتیکور. ولی کلا با احترام به نظر تمام کارشناسان سراسر دنیا، من همچنان هم معتقدم که برای 3D ویکش های AMD باید از واتر کولر های 360 میلیمتری استفاده بشه که دیگه پردازنده دغدغه‌ای برای باک های حرارتی نداشته باشه و نهایت استفاده رو ما بتونیم از این پردازنده ها داشته باشیم.
با وجود اینکه خب همه میگن از ایر کولر هم میتونی استفاده کنی. خیلی به اون اعداد نباید توجه کرد. باید کمی فوکس بکنیم روی ساختار پردازنده، ببینیم اصلا ساختار پردازنده چجوریه. به نظر من بهترین راهکار برای تیردیوی کش های AMD استفاده از واتر کولر های 360 میلیمتری. حالا با این شرایط آیا 9800 XT تیردی ارزش خرید داره یا نه؟ قیمتی که AMD برای این پردازنده در نظر گرفته $479. قیمت تندیه نسبت به یک سری از مسائل، نسبت به اینکه ما با یک CPU 8 هسته‌ای طرفیم. یک CPU 8 هسته‌ای که قیمتش از 4900K بیشتره، خیلی حرفه. حالا ما اگر پردازنده 7800 XT3D داریم بریم سراغ 9800 XT3D؟ نه، لزومی نداره. اگر صرفا هدفتون گیمه، اختلاف عملکرد خب خیلی چشمگیر نیست. اگر صرفا توی 4K بازی میکنید که اصلا نباید پردازنده گرون بخرید، اصلا بزرگترین اشتباهه. اگر تو بخش مولتی کور کار دارید با این پردازنده، به نظر من هنوز هم 7950 XT3D ارزش خرید بسیار بسیار بالایی داره و عملکرد مولتی کورش هم از 9800 XT3D بالاتره. اگر پردازنده های نسل 13 و 14 اینتل رو داریم، آیا بریم به سراغ 9800 XT3D؟ اگر هدفتون گیمه بله، اگر هدفتون گیم نیست نخیر. کلا آپدیت بکنیم یا نه؟ اصلا 9800 XT3D رو کی بخره؟ فقط و فقط کسی که بهترین عملکرد رو در بازی ها میخواد. همین.